رمن فردوسی ساتیم اولوغزاده. این رمن به نویسنده ممتاز تاجیک ساتیم اولوغزاده تعلق دارد. استاد ساتیم اولوغزاده در قرن 20 زندگانی کرده است. امروز مرقد استاد ساتیم اولوغزاده در لوچاب شهر دوشنبه است. رمن فردوسی به نام مؤلف شاهنامه بزرگ استاد ابوالقاسم فردوسی می باشد. بر جمع‌آوری موادها استاد ساتیم اولوغزاده از سال 1934 آغاز کرده است. این رمن نخستین بار سال 1967 روی چاپ آمد. بار دیگر در سال 1985 هم روی چاپ آمده بود. خوشبختانه این کتاب یا خود این رمن در سال 1997 در جمهوری اسلامی ایران کتاب سال اعلان گردید. به استاد ساتیم اولوغزاده $4000 ایالات متحده آمریکا را دادند به خاطر این رمن همچون هدیه. در رمن فردوسی مؤلف سر اول درباره استاد ابوالقاسم فردوسی آورده است. درباره زندگانی او، سپس عذاب و مشقت‌هایش در نوشتن شاهنامه که در عصر 10 نوشته شده است. آن وقتها دوره مسلمانی بود. حکمران دین اسلام بود. از همین حساب شاهنامه شاهیگری های قبل از اسلامی فارس و تاجیک را در بر می گرفت. از همین حساب استاد ابوالقاسم فردوسی با مانعه های زیاد روبرو گردید. او را تحقیر می کردند، مجوسی می گفتند. اما استاد ابوالقاسم فردوسی به آنها اهمیت نداده این اثر بی‌زوال را در 30 سال نوشت. این کاری هزل نیست. استاد ابوالقاسم فردوسی می‌خواست این شاه اثر را به شاهان سامانی هدیه کند. در وقت این کتاب به آخر رسید که دولت سامانیان زوال یافت. اثر بی‌زوال او را ترکان غزنوی علل خصوص سلطان محمود قدر نکرد. این عمل سلطان محمود غزنوی باعث رنجیده خاطری استاد ابوالقاسم فردوسی گردید. گرچند که اثر بی‌زوال استاد ابوالقاسم فردوسی شاهنامه بزرگی از 60,000 بیت عبارت است در زمان خود قدر نگردید، امروز تمام دنیا شاهنامه را می‌دانند، می‌خوانند. در نهایت ابوالقاسم فردوسی در زادگاه خود توس وفات می‌کند. او را در همان جا به خاک می‌سپارند. شاهکاری او امروز یک میراث بزرگ و ماندگار برای عالمیان است.